استعوذ بالله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظیم. پروردگار رو استغفار بگویید. پروردگار بی‌نهایت بخشنده است. اگر دروغ گفته بودید تمام دروغای گفتگیت رو می‌آمرزد و دیگر دروغ گفتن نمیگذارد. ولی استغفار برای گناه گذشته و برای گناه نکردن. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. ولی بعد چی؟ هم گذشته دروغ و گناه گذشته رو استغفار پروردگار با استغفارت میبخشد و هم در آینده گناه کردنت نمیگذارد، زیر نظارت مخصوصی خودش قرار میدهد. باز از آسمان برایت برکت عطا میکند. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین، و برایت مال و اموالی با برکت و فرزندان صالح. فرزندان صالح. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات. در جنت برات باغ و بستان ها در نتیجه استغفار گفتنت. مومن همیشه اهل تصوف و اونایی که پرهیزگار با تقوا و خدا ترس و بسا به حق رسیده بودن، همیشه دستشون در کار بود لیکن قلبشون با پروردگار. برای همین یکی از اصولی یا که نصیحت های اساسی نقشبندی های این بود که میگفتن که دست به کار و دل به پروردگار. رانندگی میکنی استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب الیه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والاكرام. یا سیدی الاستغفار ها. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. این استغفار رو گفتید دروغ نمیگویید. حتی اگر میل دروغ گفتن کردید از همین جا از همین قلب همون ایمان داد میزند که از خدا بترس. دروغ نگو. دروغ نمیگویید. تمام. برای همین باید که مسلمان همیشه با ذکر باشد، با استغفار باشد و پروردگار حاضر بداند.